پیامی از دل به دل، به آنان که توان دارند، به آنان که دستشان بازتر است، به آنان که هنوز دلشان برای ایران می‌تپد. ایران فقط یک نام روی نقشه نیست. ایران اشک مادری است که نگران نان فرداست. ایران جوانی است که رویاهایش را زیر فشار زندگی پنهان کرده. ایران کودکی است که حق دارد امید را تجربه کند. اگر امروز خداوند یا سرنوشت سهم بیشتری از توان، سرمایه یا امنیت به شما داده است، شاید برای همین لحظه بوده است. لحظه‌ای که بتوانید دست دیگری را بگیرید، نجات یک انسان، آرام کردن یک خانواده، کمک به یک زندگی کم ارزش‌تر از هیچ پیروزی بزرگ تاریخی نیست. قدرت واقعی فقط در عدد و حساب بانکی نیست. قدرت واقعی در آن لحظه‌ای است که تصمیم می‌گیری از من عبور کنی و به ما فکر کنی. اگر امروز کنار هم بایستیم، اگر دست هم را بگیریم، اگر اجازه ندهیم فقر، ناامیدی و ترس مردمان را تنها بگذارد، ما آینده را آرامتر و انسانی‌تر ساخته‌ایم. ایران با خشم ساخته نمی شود، با عشق و همدلی ساخته می شود. بیایید برای انسان ایرانی بایستیم، برای کرامتش، برای امیدش، برای آینده‌ای که شایسته‌اش است. ایران خانه مشترک ماست و خانه را با هم نگه می‌دارد.